درود شنوندگان گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامه‌نگار روزنامه‌نگار جاوید مقیم. گفتار 12. در قضیه جنایی در این باره سخن نمی رفت. تنها گفته می شد که عائله بدبخت را خویشان دورشان از ناحیه سنگ سیاه گور و چوب کردند. نادر نامناسب و سراغه آنها را در دفترش یادداشت کرده از بایگانی از ریاست میلیسا بیرون برآمد. او از میلیسا خانه دور شده بر راه دوشنبی برآمد و ماشین را در سایه کناری راه نگاه داشته به سفرعلی معلم زنگ زده پرسید که آیا او نسب تیشبای را نمی داند؟ می دانم. نسبش رازقوف است. از او یگان خبر ندارید؟ نه. در کجا زایده شده است او؟ در مرکز ناحیه سنگ سیاه. شما میر حسنوف را از شهر قرغان نمی دانید؟ یک میر حسنوف را می دانستم که برادر خردی تیشبای بود. رحمتی 10 سال پیش هنگام صدمه نقلیاتی با اهل عائله‌اش هلاک گشت. چخیل برادر؟ نسبشان دیگر کو؟ یکی با نام پدر و دیگری با نام بابایشان گذشتند. فهمیدم. تشکر گفته با سفرعلی خیر و خوش کرد نادر و رقم تلفن ولی جان را گرفت. تنجی است؟ بعد سلام پرسید ولی جان. در بغداد آرامی است. شوخی کرد نادر و افزود. در بالا چی گپ؟ آب زده رفتگی. اینجا توی می شود. مرا توی خبر ماندند. تویانه را تیار کن. آمده ایستادم. گفت با رمز نادر. او صحبت تلفنیش را قطع کرده ماشین را به حرکت درآورد و رسا 1 ساعت پس در پیش آفیس بود. وقتی که او به آفیس درآمد ولی جان دسترخوان گسترده چای دم می کرد. مرا خوش دامنم دوست می دارد که فقط بالای غذا می آیم، گفت نادر و با ولی جان دستکی سلام کرد. من هم آمدن تو را دانسته چای دم کردم. دستت را شسته سری دسترخوان شین، خوراک می کشم. چه خیل خوراک؟ سحر از بازار 3 کیلو گوشت، 1 قوطی تخم، کارتاشکه و پیاز و غیره خریده آوردم. بعضا فرصتی به یگان جا رفتن نمی شود. همین جا خوراک پختن ممکن. همه شرایط هست. بله، لیکن چی پختی؟ 1 کیلو گوشت را با پیاز و کارتاشکه زیر بانده به بالایش کمی آب انداخته دم پرتافتم. نه دملمه و نه ژرکاف. خوراکی بینام پختی. شین خوراک خوریم و از سفرت قصه کن، گفت ولی جان و به طبق کلان خوراک کشیده آورد. گوشت میده جوشیده حلیم شده بود. نادر 1 پاره گوشت را به دهان برد و آن را خورده گفت از امتحان گذشتی و از امروز سر کرده تو آشپزی شتاتی بیورا می شوی. میلش، از کار گپ زن. به مره نزدیک شده ایستاده ایم. دیروز سر این قضیه با سابق مدیر شعبه تفتیشاتی سید مرادوف صحبت داشتم. امروز بایگانی را دیدم و آن سببی که می جستیم یافتم. دخترک 15 ساله فیروزه میر حسن و سبب اساسی این حادثه است. سال 2002 او را تجاوز کرده می کشند و بعد به کانال وحش می پرتایند. اکنون قاتل را باید یابیم. در وزارت آمار را در این مسئله نیافتی؟ پرسید نادر. معلومات مفصل نیست، تنها آمار خشک و خالی. از روی این معلومات می توان قضیه جنایی کشاده تفتیش بری، ولی حالا ما دیگر چیز را کافته ایستاده ایم. درست. من تخمین می کنم که کسی از نزدیکان این دختر غرمرد در این کشتارها دست دارد، ولی اهل عائله او به طوری شبهناک و فاجعه‌ای بعد 1 ماه کشته شدن دختر در صدمه اتومبیلی هلاک شدند. صدمه مذکور به صدمه دیگری که 5 سال پیش یکی از دوستان خاشاکوف هلاک شده بود خیلی شباهت دارد. یعنی کسی نیقارگیر نمانده است. اما که این دختر تیشبای رازقوف که سابق همسیلاه و از نزدیکان تبرعلی خاشاکوف بود 10 سال قبل بر روسیه رفته است و حالا از او خط و خبری نیست. ولی به فکر من او در این کشتار دست دارد. برای همین با کانال‌هایت
به پلیس روسیه مراجعت کن و درباره این شخص معلومات گیر. از جانب دیگر از مرزبانان یا خدمات مهاجرت پرسیدن لازم است که چون این شخص به این نزدیکی ها به تاجیکستان آمده است یا نه. باز پرسیدن لازم است که اگر این شخص در تاجیکستان باشد در قید کجاست. بله، انا همه این کاری میلیسه است و تو از پیش میشوی، گفت نادیر و افسود. من باید یک مرتبه به سنگ سیاه روم و خیشان تیشبای را جستجو کنم، ولی این بعد گرفتن معلومات بالا. واقعا از تفتیشات میلیسه چی معلومات؟ پرسید نادیر. یگان گپی نونی. به گفته مسئولین چند نفر اظهار کردند که قصد کشتن خاشاکوف را داشتند، ولی این کار را آنها انجام ندادند. حالا این نفران که صاحبکاران بزرگند همچون فرمایشگر این کشتار تحت تفتیش قرار دارند. البته باز یگان هفته لطوکوب و فشار آرند. آنها سوی قصد به جان لنین را به گردن میگیرند، با کنایه گفت نادیر. همین وقت تلفن نادیر زنگ زد. نادیر شماره لطفیه را دیده به خانه دیگر گذشت. مهمان ناخوانده را قبول میکنید؟ آمد صدای لطفیه. بله، اگر کلچه و توشه داشته باشد، شوخی کرد نادیر. به این نمی شود. البته بچه ها به تعطیل برآمده به دهه آمدند و من هم از فرصت استفاده کرده به نزد شما پرواز کردم. چند مرتبه زنگ زده شما را آگاه کردنی شدم، ولی تلفنتان بند بود. آمدید، خوب کردید. حاضر به نزد من به کوچه گلستان آمده زنگ زنید. من به شما کلید خانه را می دهم، رفته استراحت کنید. چون من کارم را تمام کردم نزدتان می آیم، گفت نادیر صحبت را قطع کرده. خوب چیکار میکنیم؟ پرسید نادیر به نزد ولی جان آمده. من به مسکو به دوستم گنرال لیتینانت امور داخله که در گذشته همکار بودیم زنگ زده خواهش کردم که درباره تشبای رازقوف معلومات گرد آرد. بعد تنفس نصف روزی به خدمات مهاجرت زنگ زده این مسئله را هم میبینیم، گفت. ولی جان خود را بر راحت کرسی پرتافته. به مرزبانان زنگ زنیم، امنیتی ها یگان چیز پی میبرند. آنها هم حالا در پرسوکاو هستند. حالا همه مقامات تفتیشاتی برای افشای این کشتار به پا راست آمدند. بله، این مسئله خیلی نازک است. اگر گروه های تفتیشاتی دانند که ما کلابه را کشاده ایستاده ایم، از معلومات ما استفاده می کنند. بنابراین احتیاطکارانه معلومات جمع آوردن لازم. $1,000,000 در کوچه نیفتاده است. حالا برای پول هر کار کردنشان ممکن، گفت نادیر. درست میگویی. برای کشادن این قضیه رقابت کلان است. میلیسه و امنیت و باز پرکراتور تلاش دارند که از یکدیگر پیشتر قاتل را پیدا کنند. و ما ضرور است که رقم‌های تلفنمان را عوض کنیم و با این تلفن باید تنها خودمان گپ زنیم. این کار را من همین روز حل میکنم. رقابت مقامات یک طرف باشد، $1,000,000 همه را برای افشای قاتل هوسمند می کند. بنابراین احتیاط و باز احتیاط باید کرد، گفت نادیر و افزود. معلومات را چخیل می گیری؟ من به خدمات مهاجرت زنگ زده خواهش می کنم که معلومات 3 ماهه را آید به ورود و اخراج شهروندان کشور برای وزیر گرد آرند. در این حال شبهه کمتر می شود و زود پیدا کردن سری کلابه هم برای دیگران مشکل می گردد. فهمیدم. واقعا ما به استراحت کار می کنیم چی؟ پرسید نادیر. چرا؟ کدام وقت خواهی استراحت کردن گیر؟ پگاه یک شنبه است و من استراحت می کنم. من هم گمان نمی کنم که معلومات ضروری تا روز دوشنبه دسترسی ما شود. پس من هم استراحت می کنم. پگاه به توی یک خیشی نزدیک دعوتیم. ینگت به جان و حالم نمانده به توی بردن است. بیگاه باشد جلسه نوبتی در حضور وزیر است. به جلسه خودت رفتن گیر. من نمی روم، گفت نادیر. زنگ تلفن نادیر بلند شد. لطفیه زنگ می زد. حاضر می آیم، گفت نادیر و از آفیس برآمد. لطفیه در نزد بینا او را انتظار بود. او لباس اروپایی خوش‌دخت پوشیده موی سرش را آرا داده بود و کسی گمان نمی کرد که این یک زن دهاتی است. نادیر او را دیده دلش ته کشید. خواست به آغوش گرفته ببوسد،
ولی اندیشه آن را کرد که کسی دیده نگوید این مرد دیوانه شده است و در کوچه زنی را می بوسد. لطفیه نیز می خواست که خود را به آغوش نادر اندازد، ولی او نیز اندیشه کرده با سلامی دستکی اکتفا کرد. نادر بعد حال پرسی جای استقامتش را گفته به او کلید خانه اش را داد. ببخشید که حاضر نمی توانم با شما روم. بعضی کارها را انجام دادن لازم، ولی پگاه من استراحت گرفتم و تمام روز را به شما می بخشم. شما زنگ زنید، من آمده شما را می برم. نه، همکارم از سر راه خانه من می گذرد و او مرا سحر می آورد و بیگاه می برد. باید گویم که یخدانم خالی است. انا این پول را گیرید و سر راه به بازار درآیید، گفت نادر 100 سومانی را از کیسه برآورده. من گفتم که کلچه و توشه خود را آوردم. پول در کار نیست. اگر نگیرید من به خانه نمی روم، گفت نادر. لطفیه نایلاج پول را گرفته به ماشینش سوار شد و محرک را به کار درآورده گفت تیزتر بیایید، من شما را انتظارم. خوب، گفت نادر و به آفیس برگشت. از مشوق بازیت نماندی، گفت با لبخند ولی جان. از نعمت‌های گوارای زندگی برای من تنها همین مانده است. عرق نمی نوشم، سیگار و ناس نمی کشم، تنها کمی با خانم‌های زیبا کامسیتانی می کنم. اگر همین را هم نکنم پس بمیرم. ما نکردیم نمردیم کو. طبیعت هر کس هر خیر است. یکی عمرش را با یک زن پیر می کند، دیگری آنها را چون دستپوشک عوض می کند. خوب، فلسفه فروشی نکن. بیا یک مراتبه معلوماتی داشته من را تحلیل کنیم، پیشنهاد کرد ولی جان. به تو چی مقبول نیست؟ می ترسم که باز فرضیه ما خطا برآمده شرمنده نشویم. از فرضیه های مورد تفتیش مگر آنچه ما میگوییم واقعیت ندارد؟ ما این گره را گشادیم. تنها قاتل را پیدا و دستگیر کردن مانده است که این در 2-3 روزی من بعد حل می شود. مبادا تشبای رازیقوف به این کشتارها ربطی نداشته باشد. این را فهمیدن دشوار نیست. از جانب دیگر اگر تشبای زنده می بود چرا در این قدر سال از خود درک نداد؟ شاید نمی توانست یا در محبس بود، گفت نادر و افزود. جواب درخواستت را گیریم، همش معلوم می شود. کمی صبر بکن. میلیون از دست نرود میگویم. اگر خدا آن را به ما نصیب کرده باشد از ما می شود آن، گفت نادر. همین وقت زنگ تلفنی ولی جان بلند شد. از مسکو گنرال شووالوف زنگ می زد. او خواهش ولی جان را اجرا کرده بود. و گفت گنرال تشبای رازیقوف سال 2002 از تاجیکستان به روسیه می آید. بعد گذشتن ماه تشبای به جرم کشتار یک تاجیک دیگر 15 سال زندانی شد، ولی 2 ماه پیش او را برای مهنت صافدلانه و بیماری سرطان معده داشتنش بر محل از زندان آزاد کردند. حالا در کجا بودنش معلوم نیست، زیرا از مرز روسیه برآمده به تاجیکستان رفته است. آدرس پاشته الکترونیتان را گوی، صورت رازیقوف را فرستم، گفت گنرال. ولی جان نام پاشته الکترونیش را به گنرال گفته برای کمکش اظهار منتداری کرد. پس از لحظه صورت آمده رسید. ولی جان آن را چاپ کرده به دست گرفت. این صورت 10 سال پیش است. از این صورت ما شخصی در کامره زفرفک ثبت شده را شناخته نمی توانیم. حالا چگونه شده باشد؟ تشبای البته پیر شده است. محبس کورارد نیست، گفت نادر صورت را دیده. انا این خیل به طور اپراتیوی کار میکنند، گفت ولی جان. از فعالیت دوستش شووالوف اظهار قناعتمندی کرده در ما باشد چون این معلومات را کمش 2 روز جمع میکنند. در ما کسی دلسوزی کار نیست. تنبلند و بی‌منفعت کسی کار نمی کند. همین سپارش را هم از ترس وزیر اجرا می کنند، وگرنه توف کرده بودند به همه. پس چی باید کرد؟ در سیستم اصلاحات گذرانیدن لازم. کارمندان رشوه‌خور و بی‌سواد را پیش کردن لازم. وزیر نو انسانی عاقل و دانا می‌تابد. او را برای اصلاحات راهنمون ساختن لازم، گفت نادر. همین قضیه را انجام دهیم، حتما در این موضوع با وزیر صحبت می‌کنیم. به هر حال انجام قضیه نزدیک است، تنها یک قدمی استوار گذاشتن لازم.
می ترسم که تیشبای باز برگشته به روسیه نرود. در آن وقت گناهی او را دین کردن مشکل می شود. درست می گویی، ولی اصلا برای او را متهم کردن ما یگان چیز نداریم. او از خود در جای کشتار یگان نشان نمانده است. تنها او چنین اساسی صادر نمودن جنایت نداشت. صدها نفر دیگر نیز به مثل وی مرگ خاشاکوف و بایوف را می خواستند. خواهیش دیگر است و صادر جنایت دیگر. بنابراین او را متهم کرده نمی توانیم. ما تنها با راه پسیخولوژی به او تحصیل کرده به خودش اقرار شدن وادار کرده می توانیم و بس. این گپ درست. من میلیسه کسبی این پهلوی مسئله را فکر نکردم. واقعا بغیر همان ویدیوی زپرفکه ما چیزی نداریم. در آن هم سیمای تیشبای معلوم نیست. این هم باشد مدرک غیر مستقیم است. از این نگاه میبینی که کلوارمان خالی است. تنها به کسبیت او همچون مفتیش میتوان امید بست. کنی معلومات های درخواست کرده من را از خدمات مهاجرت گیریم یگان چیز میشدگی است، گفت ولی جان و از جا برخیست. ساعت از 6 هم گذشت. بیا می رویم. تو را مشقت هم انتظار شدگی است. آنها از آفیس برآمدند. نادر خواهش کرد که ولی جان ماشین را در نزد گذرگاه زیر زمینی اونیورمگ مرکزی من کند. او بعد چند یک دسته گل زیبای خریده برگشت. یگان 50 سامان خریدگی استی. به گلدسته اشاره کرده گفت ولی جان نه 100 سامانی. گلفروشان هم هناتند برادر. عشق ورزیت گران می افتیده است. کنی حالا چیزی بی پول؟ کی برای ینگه گل خریده بودی؟ براستی در یادم نیست. بزنها نه تنها در روز زادروزشان و 8 مرد بلکه دیگر وقت هم گل تحفه کردن لازم است. در این حالت مهرشان کم نمی شود. از کجا دانم من مثل تو متخصصی خانم ها نباشم؟ اکنون که می دانی به ینگه یک دسته گل خریده بر. خوب از گل فروشانی بازاری کاروان می خرم. ولی جان نادی را در پیش خانهش فراورده خود راهش را ادامه داد. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نام‌اثر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 12